نقشه‌های نجومی مرموزی که در لوح‌های سومری کشف شده اند ادعا می‌کنند ناهنجاری‌های کیهانی امروزی را هزاران سال پیش بینی کردند. ما مختصات آسمانی حک شده روی این لوح‌های گلی را رمزگشایی می‌کنیم، جایی که به نظر می‌رسد آنوناکی‌ها بسیار پیش از اختراع تلسکوپ‌های مدرن نقشه‌ای از اختلالات کیهانی ترسیم کردند. سپس این مسیرهای باستانی را با ناهنجاری‌های گرانشی امروزی مقایسه می‌کنیم و به نتیجه‌ای تکان دهنده می‌رسیم. آیا نیاکان ما به دانشی ممنوعه از کیهان دسترسی داشتند؟ این علم فراموش شده از چرخه‌ای از پیش تعیین شده در کیهان پرده برمی‌دارد، چرخه‌ای که گذشته‌های دور را به آینده‌ای نزدیک و ناشناخته گره می‌زند. از لوح‌های سنگی باستانی تا سرنوشتی که شاید در انتظار ماست. اگر تا اینجا همراه بودید، آماده باشید، چون هنوز فقط لایه اول این رازها را دیده ایم. قبل از ادامه کانال نبض اسرار را سابسکرایب کنید تا هیچ کدام از این پرونده های پنهان کیهانی را از دست ندهید. در اعماق میان رودان، جایی که تمدن سومر برای اولین بار مفهوم نظم آسمانی را روی گل خام حک کرد، لوح‌هایی کشف شدند که امروز معنای آنها بیش از هر زمان دیگری هولناک به نظر می رسد. تلسکوپ‌های مدرن با تمام فناوری پیشرفته‌شان تازه به لبه درک الگویی رسیدند که ظاهراً 5000 سال پیش ثبت شده بود. این لوح‌ها فقط ستارگان را توصیف نمی کنند، بلکه مختصاتی را نشان می دهند که وقتی با داده‌های نجومی امروزی تطبیق داده می شوند، با ناهنجاری‌های گرانشی واقعی در نقاط خاصی از منظومه شمسی همخوانی عجیبی دارند. گویی نویسندگان ناشناس این متون از حرکت جرم‌های نامرئی در اعماق فضا آگاه بودند، جرم‌هایی که هنوز هم به طور کامل شناسایی نشدند. در این میان برخی پژوهشگران مستقل پا را فراتر گذاشتند و این الگوها را به مفهومی قدیمی‌تر نسبت می‌دهند: آنوناکی، تمدنی اسطوره‌ای که در متون سومری به عنوان ناظران آسمان توصیف شدند. آیا این فقط زبان نمادین اسطوره است یا اشاره رمزآلود به نوعی دانش پیشرفته کیهانی که درک آن برای زمان خودش بیش از حد جلوتر بوده؟ وقتی این داده‌های باستانی کنار مشاهدات امروز قرار می‌گیرند، یک سوال سنگین‌تر از همه مطرح می‌شود: آیا ما در حال مشاهده یک تصادف تاریخی هستیم یا در حال خواندن نقشه‌ای که از ابتدا برای یک چرخه کیهانی طراحی شده بود، چرخه‌ای که شاید اکنون دوباره در حال فعال شدن است؟ در داده‌های جدیدی که از رصدخانه‌های فضایی و سامانه‌های پایش عمیق کیهان منتشر شده، ناسا به الگوهایی از اختلالات گرانشی و مغناطیسی برخورده که با مدل‌های فعلی فیزیک همخوانی کامل ندارد. پدیده‌هایی که یا باید بسیار نادر باشند یا اساساً نباید در این مقیاس دیده شوند. اما نکته عجیب‌تر اینجاست: پاسخ این معما
صرفاً در اعماق فضا پنهان نیست. در میان لایه‌های خاک و زمان روی لوح‌های سنگی باستانی سومر نشانه‌هایی دیده می‌شود که برخی پژوهشگران آنها را نقشه‌های همزمان سازی آسمانی می‌نامند. مسیرهایی که نه تنها موقعیت ستارگان را ثبت کردند، بلکه نوعی همبستگی میان حرکت اجرام ناشناخته و تغییرات دوره‌ای در آسمان را نشان می‌دهند. وقتی این مسیرهای سومری با داده‌های امروزی مقایسه می‌شوند، یک اتصال غیرمنتظره شکل می‌گیرد. انگار رصد آسمان در بین النهرین باستان تنها یک مشاهده ساده نبود، بلکه بخشی از یک سیستم پیشبینی بلند مدت بوده است. سیستمی که حالا پس از هزاران سال دوباره نشانه‌هایش در داده‌های مدرن ظاهر می شود. در این میان فرضیه جسورانه مطرح می شود. آیا این فقط تاریخ ثبت شده است یا نوعی نقشه پیشنویس شده از رفتار کیهان؟ الگویی از ناهنجاری‌های عظیم که نه تنها گذشته بلکه آینده ما را نیز در بر می‌گیرد. اگر چنین باشد، آنچه امروز به عنوان ناهنجاری کیهانی می‌شناسیم شاید صرفاً یک خط تازه در نقشه‌ای بسیار قدیمی‌تر باشد. نقشه‌ای که سرنوشت کیهان و شاید جایگاه ما در آن را از هزاران سال پیش ترسیم کرده است. در ویرانه‌های جنوب بین النهرین، جایی میان لایه‌های رسوبی شهرهای گمشده سومر، باستانشناسان به مجموعه‌ای از لوح‌های گلی برخورد کردند که برخلاف بیشتر متون نجومی آن دوره صرفاً به رصد ستارگان ثابت یا تقویم‌های کشاورزی محدود نمی‌شوند. این لوح‌ها دارای شبکه‌های دایره‌ای و نیم دایره‌ای هستند که به طرزی غیرعادی با تقسیم بندی‌های دقیق زاویه‌ای نزدیک به 360 درجه طراحی شدند. ساختاری که برخی آن را نقشه آسمان دینامیک توصیف کردند. در یکی از این مجموعه ها الگوهایی از تکرار موقعیت اجرام در فواصل زمانی مشخص دیده می شود. چیزی شبیه به ثبت چرخه های بازگشت. نکته بحث برانگیز زمانی آغاز می شود که این چرخه ها با داده های مدرن نجومی تطبیق داده می شوند، به ویژه در بررسی نوسانات میدان مغناطیسی خورشید و تغییرات گرانشی در بخش بیرونی منظومه شمسی. در برخی بازه‌های زمانی همپوشانی‌هایی دیده می شود که هنوز هیچ مدل استانداردی قادر به توضیح کامل آنها نیست. در این میان برخی پژوهشگران مستقل به مفهومی در این متون اشاره می کنند که در ترجمه‌های اولیه راه‌های آسمانی خدایان یا مسیرهای انلیل نام گرفته است. این مسیرها اگر به صورت هندسی بازسازی شوند به نواحی خاصی در آسمان اشاره می کنند که امروز آنها را با نواحی پر از اجرام دوردست مانند کمربند کویپر و فراتر از آن مرتبط می دانیم. نکته جالب اینجاست که برخی از این نواحی دقیقاً همان مناطقی هستند که در دهه‌های اخیر تغییرات غیرمنتظره در رفتار اجرام یخی و دنباله‌دارها در آنها گزارش شده است. در کنار این، بخشی از این لوح‌ها شامل نمادهایی هستند که به صورت غیر مستقیم به جرم‌های نادیدنی اشاره می‌کنند.
عبارتی که در تفسیرهای امروزی میتواند به اجرام دور، سیارات فرضی یا حتی اثرات گرانشی ناشناخته تعبیر شود. همین موضوع باعث شده برخی نظریه پردازان مطرح کنند که شاید سومریان نه صرفاً آسمان قابل مشاهده، بلکه اثرات غیر مستقیم آن را نیز درک کرده بودند، چیزی شبیه به ردیابی سایه‌های گرانشی در فضا. حال وقتی این داده‌های باستانی کنار مدل‌های جدید قرار می‌گیرند، ایده‌ای بحث برانگیز شکل می‌گیرد. اگر این چرخه‌ها واقعی باشند، ممکن است با الگوهای بلند مدتی همراستا باشند که امروز آنها را در تغییرات اقلیمی فضایی، فعالیت خورشیدی و نوسانات میدان مغناطیسی زمین مشاهده می‌کنیم. در این چارچوب سال 2026 تنها یک نقطه تقویمی نیست، بلکه ممکن است به عنوان یک گره همزمانی در یک مدل بزرگتر دیده شود، جایی که چندین چرخه کیهانی به طور همزمان به فاز تغییر نزدیک می شوند، نه به عنوان یک پایان قطعی، بلکه به عنوان یک بازتنظیم در مقیاس سیستم. و دقیقاً در همین نقطه است که بحث از علم به یک پرسش عمیق‌تر تبدیل می شود. اگر این الگوها واقعاً عمدی یا طراحی شده نباشند، پس چرا اینقدر منظم به نظر می رسند؟ و اگر واقعاً منظم هستند، چه چیزی یا چه کسی در گذشته توانسته چنین نظمی را در مقیاس کیهان ثبت کند؟ در نهایت این فرضیه نه پاسخ قطعی می دهد و نه ادعایی ثابت دارد، اما یک احتمال را پررنگتر می کند، اینکه شاید ما تازه در حال خواندن بخشی از یک نقشه هستیم که از ابتدا برای درک کاملش ساخته نشده بود، یا هنوز زمان فهمیدن آن فرا نرسیده است. در میان یافته‌های باستانشناسی نینوا، یکی از شگفت‌انگیزترین کشفیات لوحی دایره‌ای شکل است که بسیاری آن را نوعی پلانیسفر اولیه می‌دانند، ابزاری برای نمایش آسمان در قالب یک سیستم 360 درجه‌ای دقیق. این ساختار زاویه بندی شده نه تنها نشان می‌دهد سومریان آسمان را به صورت هندسی تقسیم بندی کردند، بلکه حاکی از نوعی تلاش سیستماتیک برای ثبت موقعیت اجرام آسمانی در یک چارچوب قابل محاسبه است. اما لایه اسرارآمیز این لوح در همان چیزی نهفته است که برخی پژوهشگران آن را نقاط داده غیر عادی یا حتی نقاط ممنوعه آسمانی مینامند. این نشانه ها در ظاهر ساده اند، اما وقتی با مدل های نجومی امروزی مقایسه می شوند، به نواحی اشاره دارند که در آنها اجرامی بسیار دور، کم نور یا کاملا نامرئی قرار دارند. نقاطی در اعماق فضا که تنها با ابزارهای مدرن قابل ردیابی هستند. در برخی تفسیرهای غیر رسمی، این نقاط با ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی همراستا شدند. از نواحی متراکم در کهکشان راه شیری گرفته تا مناطقی که امروز به عنوان سرچشمه‌ای بالقوه نوسانات گرانشی یا تابش‌های کیهانی در نظر گرفته می‌شوند. همین همپوشانی‌ها باعث شده این پرسش جدی‌تر مطرح شود که آیا این لوح
صرفاً یک ابزار رصدی ابتدایی است یا نوعی ثبت داده از الگوهایی است که هنوز هم در حال وقوعند. نکته عجیبتر زمانی مطرح می شود که برخی محققان تلاش کرده اند این نقشه را به صورت معکوس بر زمان منطبق کنند. در این بازسازی ها مسیرهایی ترسیم شده روی لوح به نقطه‌ای در آسمان ختم می شوند که امروزه آن را مرکز کهکشان می نامیم. ناحیه‌ای پیچیده، متراکم و مملو از فعالیت‌های پر انرژی که حتی با فناوری مدرن نیز مطالعه کامل آن چالش برانگیز است. اینجاست که سوال اصلی شکل می‌گیرد: چگونه تمدنی که هیچ ابزار اپتیکی شناخته شده‌ای در اختیار نداشت می‌توانست چنین دقتی در تعیین موقعیت‌های کیهانی داشته باشد؟ آیا این نتیجه یک رصد طولانی مدت و بسیار دقیق از آسمان شب بوده یا نشانه ای از روشی ناشناخته برای درک ساختار فضا؟ و شاید مهمتر از همه، اگر این نقشه واقعاً بازتابی از درک عمیق‌تر کیهان باشد، آیا ما هنوز تنها سطح این دانش را لمس کرده ایم یا در حال مواجهه با بخشی از دانشی هستیم که ماهیت واقعی آن هنوز برای ما تعریف نشده است؟ در متون نجومی سومری اصطلاحاتی رمزآلود به چشم می‌خورد که پژوهشگران آن را راه انلیل تفسیر کردند، مجموعه‌ای از مسیرها یا مختصات آسمانی که به جای توصیف ساده ستارگان به الگوهای حرکتی پیچیده در آسمان اشاره دارند. وقتی این الگوها بازسازی و روی مدل‌های مدرن آسمان اعمال می‌شوند، برخی نقاط آن با نواحی بیرونی منظومه شمسی همپوشانی‌های عجیب پیدا می‌کنند. مناطقی که در آنها نوسانات گرانشی و تغییرات غیرمنتظره در مسیر اجرام یخی و دنباله‌دارها گزارش شده است. در نگاه نخست این همراستایی می‌تواند تصادفی به نظر برسد، اما زمانی که ساختار عددی این لوح‌ها بررسی می‌شود، تصویر پیچیده‌تر می‌شود. برخی از این متون از نسبت‌هایی استفاده می‌کنند که به طرزی غیر معمول به دقت‌های زاویه‌ای و دوره‌ای نزدیک هستند، چیزی فراتر از یک تقویم ساده یا ابزار رصدی ابتدایی. همین موضوع باعث شده برخی پژوهشگران فرض کنند که با نوعی مدل سازی کیهانی سر و کار داریم، مدلی که تلاش می کند رفتار اجرام عظیم و حتی نادیدنی را به صورت چرخه‌ای ثبت کند. اینجاست که بحث از سطح باستانشناسی فراتر می رود و به مرزهای فیزیک نظری نزدیک می شود. اگر این الگوها صرفاً نمادین نباشند، می توانند به ساختاری اشاره کنند که در آن حرکت اجرام دوردست نه تصادفی، بلکه تابعی از چرخه‌های بزرگ مقیاس باشد، چرخه‌هایی که شاید هنوز هم در داده‌های امروزی قابل ردیابی هستند. در همین نقطه ورود داده‌های مدرن معنا پیدا می‌کند. تلسکوپ فضایی جیمز وب با توانایی بی‌سابقه‌اش در مشاهده فروسرخ عمیق در حال ثبت ساختارهایی است که پیشتر از دید ما پنهان بودند. از ابرهای سرد میان ستاره‌ای گرفته تا کهکشان‌های دوردست در مراحل اولیه شکلگیری،
در برخی تحلیل‌های اولیه الگوهایی از چگالی و حرکت در این داده‌ها دیده می‌شود که هنوز به طور کامل با مدل‌های استاندارد توضیح داده نشدند. وقتی این داده‌های زنده در کنار نقشه‌های حک شده روی گل قرار می‌گیرند، یک سؤال سنگین‌تر مطرح می‌شود. آیا این فقط مقایسه نمادین میان گذشته و حال است یا بازتابی از یک الگوی واقعی و تکرار شونده در ساختار کیهان؟ اگر حتی بخشی از این همپوشانی‌ها واقعی باشند، آنگاه ما با یک احتمال مواجه می‌شویم: اینکه انسان‌های باستان نه تنها آسمان را مشاهده می‌کردند، بلکه در حال ثبت نوعی رفتار دوره‌ای در مقیاس کیهانی بودند. رفتاری که امروز با ابزارهای پیشرفته تازه در حال آشکار شدن است. و شاید مهمترین نکته همین باشد: اینکه فاصله میان لوح گلی و داده‌های ماهواره‌ای آنقدر هم که تصور می‌کنیم زیاد نیست، بلکه شاید هر دو زبان متفاوت برای توصیف یک الگوی واحد باشند. در میان متون پیچیده اونومایلیش که بیشتر به عنوان روایتی اسطوره‌ای از آفرینش شناخته می شود، بخش‌هایی وجود دارد که برخی پژوهشگران آنها را نه صرفاً داستان، بلکه توصیف‌های نمادین از الگوهای حرکتی در مقیاس کیهانی تفسیر می کنند. در این خوانش‌های غیر سنتی، مسیرهای توصیف شده در متن به جای نبرد خدایان به نوعی جابجایی‌های دوره‌ای اجرام عظیم اشاره دارند. حرکت‌هایی که ممکن است در بازه‌های زمانی بسیار طولانی ساختار مدارهای کیهانی را دستخوش تغییر کنند. این ایده زمانی بحث برانگیزتر می شود که به بخش‌هایی از متون سومری درباره ستارگان پیام‌آور نگاه کنید. در برخی ترجمه‌ها این اصطلاح به اجرامی اشاره دارد که نقش علامتگذار یا هشدار دهنده در آسمان دارند. اجرامی که ظاهر شدند یا تغییر رفتارشان با رویدادهای بزرگ آسمانی همزمان می شود. در تفسیرهای مدرن و غیر رسمی برخی این مفهوم را با رفتار غیر منتظره اجرام در دوردست منظومه شمسی، به ویژه در نواحی کمربند کویپر و فراتر از آن مقایسه می کنند، جایی که مدارها به طور کامل تحت تأثیر گرانش خورشید نیستند و رفتار پیچیده تری از خود نشان می دهند. نکته قابل توجه اینجاست که این همپوشانی ها هنوز از نظر علمی قطعی نیستند، اما الگوی ذهنی جالبی ایجاد می کنند. این تصور که شاید آنچه در آسمان امروز به عنوان بی‌نظمی می بینیم، در گذشته به عنوان بخشی از یک سیستم قابل پیش بینی درک شده بوده است. در این چارچوب برخی نظریه پردازان پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد کردند که این لوح‌ها می توانند نوعی راهنمای ناوبری کیهانی باشند، نه به معنای فیزیکی مستقیم، بلکه به عنوان مدلی مفهومی برای درک مسیرهایی در فضا که تحت تأثیر میدان گرانشی گسترده قرار دارند. چیزی شبیه به نقشه‌ای از کریدورهای پنهان که حرکت اجرام در آنها تسهیل یا منحرف می شود. با این حال نگاه علمی جریان اصلی هنوز با احتیاط به این برداشت ها می نگرد. هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد تمدن‌های باستانی به درک فیزیکی
از چنین ساختارهایی در مقیاس کیهانی دست یافته بودند. آنچه داریم مجموعه‌ای از متون نمادین، مشاهدات نجومی ابتدایی و مسیرهای چند لایه است که در طول زمان معناهای متفاوتی به خود گرفتند و دقیقاً در همین نقطه مرز میان افسانه و علم شکل می‌گیرد، جایی که یک متن می‌تواند هم روایت اسطوره‌ای باشد و هم الهام بخش پرسش‌های علمی جدید. شاید حقیقت نه در یکی از این دو، بلکه در فاصله میان آنها پنهان باشد، در همان فضای خاکستری که هنوز کامل درک نشده اما همچنان ذهن انسان را به سمت آسمان می‌کشاند. در متون کیهانی و اسطوره‌ای سومر مفهومی وجود دارد که پژوهشگران آن را سال بزرگ یا چرخه عظیم آسمانی تعبیر کردند. دوره‌ای بسیار طولانی که در آن موقعیت اجرام آسمانی به نقطه‌ای مشابه باز می‌گردد. اگرچه در نگاه کلاسیک این مفهوم بیشتر رنگ و بوی نمادین دارد، اما برخی تفسیرهای مدرن تلاش کردند آن را با ایده‌های رزونانس‌های کیهانی در مقیاس منظومه شمسی مقایسه کنند، جایی که مدارها به جای حرکت کاملا مستقل تحت تأثیر هماهنگی‌های ظریف گرانشی قرار می‌گیرند. در این چارچوب بحث از تصادف فاصله می‌گیرد و به سمت الگو حرکت می‌کند، زیرا در برخی لوح‌های سومری به توصیف‌هایی از بازگشت دوره‌ای آشفتگی‌های آسمانی برمیخوریم. رویدادهایی که در آن نظم معمول آسمان دستخوش تغییر می‌شود. این توصیف‌ها اگرچه با زبان اسطوره بیان شده‌اند، اما در تفسیرهای امروزی گاهی با پدیده‌هایی مانند نوسانات میدان مغناطیسی زمین یا تغییرات در بادهای خورشیدی مقایسه می‌شوند. پدیده‌هایی که خود نیز دارای چرخه‌های تکرار شونده هستند. نکته مهم زمانی مطرح می‌شود که این چرخه‌ها کنار هم قرار می‌گیرند. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که چندین الگوی نجومی و ژئوفیزیکی ممکن است در بازه‌های زمانی نزدیک به هم به فازهای حساس برسند، نقطه‌ای که در آن چند چرخه طبیعی به طور همزمان به اوج یا تغییر فاز می‌رسند. این همزمانی‌ها هنوز به طور کامل در مدل‌های علمی به عنوان یک سیستم واحد پذیرفته نشدند، اما به عنوان یک حوزه تحقیقاتی باز همچنان مورد بررسی قرار دارند. در همین نقطه است که تفسیرهای جسورانه تر شکل می گیرد. برخی معتقدند که این متون باستانی شاید صرفاً ثبت وقایع نبودند، بلکه نوعی تلاش برای درک ریتم کیهان بودند. ریتمی که در آن رویدادهای بزرگ به صورت دوره‌ای باز می‌گردند. از این دیدگاه سال بزرگ نه یک عدد اسطوره‌ای، بلکه توصیفی از یک ساختار تکرار شونده در مقیاس بسیار بزرگ است. و حالا این سوال سنگین مطرح می‌شود: اگر چنین چرخه‌هایی واقعاً وجود داشته باشند، آیا می‌توان آنها را به عنوان نوعی شمارش معکوس طبیعی تعبیر کرد؟ نه به معنای یک پایان قطعی، بلکه به عنوان رسیدن سیستم به یک نقطه گذار لحظه‌ای که در آن تعادل‌های قدیمی فرو می‌ریزند و ساختارهای جدید شکل می‌گیرند. در نهایت آنچه این روایت را مرموزتر می‌کند
نه پاسخها بلکه الگوهاست. اینکه چرا در فاصله هزاران سال هم در لوح‌های گلی و هم در داده‌های مدرن ردی از تکرار دیده می شود، شاید هنوز زود باشد برای نتیجه گیری، اما اگر این الگوها واقعی باشند، آنگاه زمان دیگر یک خط ساده نخواهد بود، بلکه حلقه‌ای خواهد بود که ما تازه در حال نزدیک شدن دوباره به یکی از نقاط حساس آن هستیم. در امتداد روایت‌های سومری و داده‌های نجومی مدرن مفهومی شکل می‌گیرد که برخی آن را نقطه تلاقی گرانشی می‌نامند. لحظه‌ای فرضی در مدل‌های دینامیکی که در آن چندین اثر گرانشی از اجرام مختلف در یک راستا یا همفاز قرار می‌گیرند و رفتار سیستم را وارد ناحیه‌ای پیچیده و کمتر قابل پیش‌بینی می‌کنند. در تحلیل‌های غیر رسمی برخی تلاش کردند این ایده را با الگوهای ثبت شده در لوح‌های باستانی مقایسه کنند، لوح‌هایی که از اختلال‌های دوره‌ای در آسمان سخن می‌گویند. اما نکته مهم اینجاست که در متون اسطوره‌ای این رویدادها صرفاً به عنوان پدیده‌های فیزیکی توصیف نشدند، بلکه با لایه‌ای نمادین همراه هستند. در برخی ترجمه‌ها و تفسیرها این رخدادها با مفهوم گذار یا تغییر وضعیت جهان همراه شدند. گویی هر بار که چرخه‌ای به نقطه خاصی میرسد، نوعی باز تنظیم در مقیاس بزرگ رخ میدهد، نه الزاماً فاجعه بلکه دگرگونی. در همین چارچوب ایده‌ای بحث برانگیز مطرح می شود، این که در دل این اسطوره ها نشانه هایی از پروتکل های بقا پنهان شده باشد، البته نه به شکل دستورالعمل های مستقیم، بلکه در قالب نمادها، استعاره ها و روایت هایی که می توان آنها را به عنوان راهنمایی برای عبور از دوره‌های ناپایدار تفسیر کرد. برخی پژوهشگران مستقل معتقدند این الگوها با رفتار انسانی در مواجهه با بحران‌های طبیعی یا آسمانی اشاره دارند، مانند پناهگیری، بازسازی اجتماعی یا حفظ دانش در قالب روایت. با این حال هیچ اجماع علمی وجود ندارد که این تفسیرها را به عنوان کدهای واقعی بقا تایید کند. در نگاه آکادمیک اینها بیشتر بازتابی از تلاش انسان باستان برای معنا دادن به تغییرات آسمان و زمین هستند تا یک سیستم طراحی شده آگاهانه. اما در لایه عمیق‌تر از این بحث یک سوال همچنان باقی میماند، سوالی که از مرز علم و فلسفه عبور می کند. اگر ساختار کلی این جهان پیش از شکل‌گیری تاریخ مکتوب به نوعی قابل پیش بینی یا حتی نقشه برداری شده باشد چه؟ در این صورت جایگاه انسان فقط یک موقعیت تصادفی در کیهان نخواهد بود، بلکه می تواند بخشی از یک الگوی بزرگتر باشد، الگویی که در آن رویدادها، چرخه‌ها و حتی آگاهی درون یک ساختار از پیش تعیین شده حرکت می کنند. و شاید دقیقاً در همین نقطه است که روایت به پایان نمی رسد، بلکه باز می شود. اینکه آیا ما فقط ناظرانی بیرونی بر کیهان هستیم یا خود بخشی از همان نقشه‌ای هستیم که تلاش می کنیم آن را بفهمیم. اگر این ویدئو برایتان جذاب بود، سابسکرایب کنید، چون
در نبض اسرار حقیقت‌ها معمولاً در جایی پنهان هستند که کسی انتظارش را ندارد.